دیدید وقتی سرعت ویدیو رو میبرید بالا ویدیوتون صداش نازک میشه؟ الو سلام مرتضی جان خوبی؟ دارم میگم شما تایلند رفته بودی؟ ای برار بگیدم نگاه بیرون حقیقت برای درست کردن این نازکی صدا میتونید از کادر اسپید اون گزینه دومو بزنید ولی صدا یه حالت اکویی و پیچشی پیدا میکنه. الو سلام مرتضی جان خوبی؟ دارم میگم شما تایلند رفته بودی؟ ای برار بگیدم نگاه بیرون حقیقت نومتون اینجا ماساژ. خب حالا چجوری درستش کنیم؟ نیازی به این گزینه نیست. برش دارید. افکت پیچ شیفتر رو روی ویدیوتون اعمال کنید. کار این افکت اینه که تون صداتون رو میاد کلوف و نازک میکنه. حالا ویدیوتون رو پلی کنید و با افکت پیچ شیفتر صداتون رو کلوف کنید تا جایی که صدای ویدیوتون درست بشه. بخیر هپی بشه خود ما دیگه آدم خندان خوبه هپی بشه. بعد که ما رو ماساژ داد گفت خب بریم سراغ مرحله دوم برام عجیب شد. مرحله دو چی گفتم سنگ داغی کار داغی یک چیزی میخواد انجام بده. بعد الان رفته اونجا داره لباس وزن میکنه. خب نه نگاه تا اینجا مشکل نیست. مشکلی که سایه‌شو تو رو میبینم. خب یه راه حل بهتر دیگه هم هست. اونم که پیج منو فالو کنی.